دیدار سرنوشت‌ساز فوتسال افغانستان و ایران در جام آسیایی اندونزیا. تیم ملی فوتسال کشور در یک دیدار حساس بعد از ظهر امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی جام آسیایی فوتسال به مصاف تیم ملی ایران می رود. دیداری که نقش تعیین کننده در صدرنشینی گروه دی خواهد داشت. در همین حال سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان نیز تاکید کرد که دیدار امروز در برابر ایران میان دو تیم قدرتمند آسیا برگزار می شود و هدف اصلی افغانستان صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها به عنوان تیم صدرنشین گروه است. امروز شاهد یه بازی خوب از هر دو تا تیم باشیم با کیفیت، چون دو تیم قدرتمند آسیا با هم بازی دارن. فراغ از استرس هایی که وجود داره که به هر حال هر دو تا تیم به مرحله بعد صعود کردن، ولی قطعا هم تیم ما هم تیم ملی ایران دنبال یه بازی خوب هستن. بازیکنان تیم ملی فوتسال کشور پیش از دیدار سرنوشت‌ساز امروز در برابر ایران اعلام کردند که با آمادگی کامل و روحی بالا به میدان می‌روند و برای ارائه یک بازی جذاب تلاش خواهند کرد. دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کشور با اشاره به هماهنگی خوب میان بازیکنان گفت همه اعضای تیم برای این مسابقه مهم آماده هستند. امروز هم یک بازی خوب مقابل تیم ملی ایران داریم و ان شاءالله با تمام توان و خدا رو شکر همه بچه آماده از سر حال شام می‌ریم برای یک بازی خوب و جذاب. بازی با ایران برای ما زیاد اهمیت نداره چون ما از گروه صعود کردیم، خب ولی تمام تلاشمون میکنیم. بچه‌ها همه رویه بالایی دارن بازی با ایران دیگه. دوست داریم یک بازی خیلی خوب انجام بدیم، ان شاءالله برنده بازی شویم. افغانستان با کسب دو پیروزی پیاپی در صدر گروه دی قرار دارد. میلی پوشان در دیدار نخست عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست دادند و در بازی دوم نیز با نمایش قدرتمند مالزیا را 7-0 مغلوب کردند.